یا دارک کمدی به معنای واقعی. خوش آمدید. اینجا فیلم تیوبه. آقای فرشاد دهقانی نویسنده هستن و بنده حامد آرام اجرا میکنم براتون. هر هفته سعی میکنیم که یه کار جدید بهتون معرفی کنیم. انیمیشن، فیلم، مشخص نیست. این دفعه رفتیم سراغ یه کارگردانی به اسم آدام الیوت. چرا؟ چون یه کار جدید داده به اسم خاطرات حلزون. همین دیروز پریروز نامزد گلدن گلوب بود ولی جایزه‌شو نبرد. به همین بهونه، نه که چون جایزه‌شو نبرد، ما اومدیم کار قبلیشون رو بهتون معرفی کنیم. چرا؟ چون خیلی به هم شبیهن و از نظر ما اون کار بهتری. کار قبلیش اسمش هست مری اند مکس. Mary Dinkle's eyes were the color of muddy puddles. Her birthmark, the color of poo. مری اند مکس سال 2009 ساخته شده به نویسندگی و کارگردانی آقای آدام الیوت. کار خیلی از منتقدان میگن که دارک کمدیه. از نظر من دارکش درسته ولی خیلی نمیشه گفت کمدیه، بیشتر فانتزیه و سال 2009 ساخته شده. خیلی وقت پیشه اما چندان تفاوتی نداره با کار الانش. نمره فوق‌العاده خوبی گرفته، 8.1 گرفته IMDb. واسه انیمیشن عالیه این نمره. جایزش ولی جایزه خیلی بزرگی نبرده، یه فکر کنم خرس کریستالی توی برلین برده فقط. بر اساس واقعیت داستان واقعی چی بوده؟ خود آدام الیوت، نویسنده و کارگردان مری اند مکس، حدود 20 سال با یک بیمار اوتیسم، در واقع یک شکلی از اوتیسم به اسم آسپرگر، با همچین بیماری نامه‌نگاری میکرده و داستان کلی فیلم هم همینه. یعنی نامه‌نگاری مکس، یه مرد میان سال تنها در نیویورک با یک دختر 8 ساله در استرالیا و تمام فیلم نامه نوشتن این دو نفر به همدیگه است. به نظر خسته کننده میاد اما نیست. یعنی خود نامه جذابه و تکه اصلی فیلمم بر شخصیت پردازیه که اون جذابش کرده. خود بیماری، اگر مثلا روانشناس باشین یا دانشجوی روانشناسی، اینا هم از این جهت هم خیلی جذابه، چون که خود بیماری خیلی خوب نشون میده، خیلی خوب بررسی کرده، مشخص تحقیق زیادی داشته و جذابیت کار رو شخصیت پردازیه. خود نامه هاست اما فضا بسیار تاریک. اساساً کارهای آدام الیوت تاریکه. Mary also couldn't understand why Vera was always borrowing. Yesterday, she borrowed some fish fingers from aisle 6. She told Mary she put things up her dress to save on plastic bags. Vera was indeed a complicated soul. خب میریم سراغ بخش دوم. بخش دوم چیه؟ اینجا یکم عمیق‌تر وارد فیلم میشیم. اگر دوست دارین که داستان لو نره یا هنوز کارو ندیدین، پیشنهاد میکنیم که اول کارو ببینین. اگه کارو دیدین، اینجا یکم عمیق‌تر وارد جزئیاتش میشیم و سعی میکنیم یه نقدی باشه که نه خیلی تخصصی و دانشگاهی و اینا باشه، نه خیلی هم سطحی باشه. اول میریم سراغ داستان یه اشاره بهش کردم. نامه‌نگار خیلی به صورت خیلی اتفاقی یک دختر 8 ساله در استرالیا، در شهری که فکر کنم شاید بریزبن باشه، جایی که کیک لامینگتون داره، اونجا یک نامه مینویسه به یه نفر در همینجوری آدرس اتفاقی به یه نفر در نیویورک آمریکا و ازش میپرسه که بچه‌ها اونجا چجوری به دنیا میان. سوال کمی فلسفیه اما از ذهن یک بچه کودک 8 ساله بیرون میاد. اون طرف یه مرد 44 ساله است اما اونم یه جورای کودک 8 ساله است. دوچاری اختلال روانی به اسم آسپرگر، یه جور اوتیسمه.
حالا جلوتر میگم که دقیقا داستان بیماریش چیه. اون نامه رو دریافت میکنه و اتفاقا خوشحال میشه و جواب میده. گفتیم بر اساس داستان واقعیه و این ارتباطه و این دوستیه بین این دو نفر شکل میگیره. شباهت‌های بسیار زیادی به هم دیگه دارن، چون اساسا ذهن آدم الیوت دارکه، همه چیز به شکل افراطی دارکه. این ور دختر کوچوله 8 ساله است که مادرش دائم الخمره، پدرش هم یه جورایی اصلا پدر نیست، وجود نداره. اون ور هم یه مرد 44 ساله میان سالی رو داریم به اسم مکس که اونم باز مادرش خودکشی کرده، پدرش رفته ولشون کرده و فلان و فلان. همه چیز در نهایت سیاهیه. اصلا فضای فیلم هم به همین شکله. حالا جلوتر میگیم که اصلا رنگ بندی هم بر اساس شخصیت این دوتا پرداخته شده و نامه هاشون اینجوری جلو میره که هر سوالی که دختر بچه داره از مکس میپرسه، مکس جواب میده. در مقابل مکس هم یک دوست پیدا میکنه. چرا؟ چون به واسطه بیماریش نمیتونسته دوستی پیدا کنه. روتین زندگیش اینجوریه که همیشه اکثرا خونه است، گاهی اوقات میره به جلسات روانشناسی و تعریف کردن اینا هم خیلی جالبه. از ذهن خودش بیرون میاد، یک ذهنیت فانتزی داره. اما این اختلال یه جوریه که طرف کمهوش نیست، یعنی خیلی اتفاقا باهوش، حسابداری بلده، ریاضی خوب میفهمه و خیلی ذهنیت منطقی یا به قول خودش توی یکی از دیالوگا لاجیکال داره. همه چیزو براش باید از حالت ابهام در بیارن. خیلی ذهن دقیقی داره اما مسائل ساده رو نمیتونه بفهمه. مثل اینکه نمیتونه بفهمه که چهره آدم ها چه معنی میدن یا رفتارشون چه معنی میدن، به خاطر همین نمیتونه دوست پیدا کنه. از اونور مری هم همچین چیزیه، یه لکه رو پیشونیش داره. قسمت اول فیلمو براتون گذاشتیم، یعنی اونو که ببینی میدونی تا تهش چجور فیلمیه. میگه یه لکه رو پیشونی منه که رنگ هنه و اونم نمیتونه دوستی پیدا کنه. خانواده‌اش هم که وضعیتشون اینجوریه. این شباهتاشونه. اون سوال میپرسه، این برای هم دیگه هم چیز میفرستن، مثلا شکلات و اینجور چیزا. مکس هم جلسات روانشناسی شد میره و هم جلساتی میره که برای جلوگیری از پرخوریه، چون خیلی چاقه و همش یه ساندویچ مخصوص خودش به اسم هاتداگ شکلاتی درست کرده و میخوره. و خیلی جالبه، رو تاکید روی شیرینی خیلی زیاده تو این کار، خیلی زیاده. یعنی حتی اینقدر کاردار که حتی خوراکی ها هم مضره. آن روابط مضره، خوراکی ها مضره، همه مردن، همه دارن خودکشی میکنن، همه دائم الخمرن و همه شیرینی میخوره، اون چاق میشه. این ورم مکس هم عاشق شیرینیه و دیگه داستان اتفاق چندان خاصی نداره و بیشتر یعنی اگر از زاویه دید این دو نفر به جهان نگاه میشه اتفاقات میفته، اتفاقات بسیار بزرگی هم میفته، مثل برنده شدن تو یک لاتاری خیلی بزرگ با کلی پول، نمیدونم اشتباهی کشتن یک انسان. ولی وقتی از جهان این دو نفر به اتفاقات نگاه میشه، اونا اتفاقات خیلی خاصی نیستن. مهمترین چیزا اینه که خروس مری تخم نمیذاره یا یه رسپی جدید، یه دستور پخت جدید برای مرغ پیدا کردن که رو شکلات میزنن. یعنی کار کاملا فانتزیه. اونا اتفاقات جانبی به نظر میان، یعنی شما فیلم نامه‌ای دارین که اتفاقات مهمش در اوج قرار نمیگیره و اتفاقات بدش هم در فرود قرار نمیگیره و مهمترین اتفاقا تفکر فانتزی این دوتا شخصیت. پس همه چیز شخصیت محوره تو این کار. فیلمنامه هم کاملا شخصیت محوره. نام نگاری ها یه جای قطع میشه، یه جای دنبال گرفته میشه. مکس به بیمارستان میره، مری بزرگ میشه. این خیلی اتفاق مهمیه. ما همیشه سمت مری یه جور بچگانگی داریم اما به واسطه سنشه. وقتی بزرگ میشه متفاوت میشه از مکس.
ازدواج میکنه و یه روزی تصمیم میگیره که بره مکس رو ببینه. اتفاقات پیش میاد، اولش نمیتونه ولی بالاخره میره و پایان بندیش هم به نظر من پایان بندی خوبیه. به مکس نمیرسه متاسفانه، یعنی وقتی میرسه که مکس چند ساعته که مرده و اینش هم با از لحاظ فیلم نامه‌ای هم خیلی دیگه از این بدتر نمیشد. اگه همدیگه رو نمیدیدن باز بهتر بود. میرسه بهش ولی به جنازش میرسه و یک نکته غافلگیر کنندم میذاره تهش که از غافلگیریش اضافه کنه، اینه که از اونور مری همه نامه‌ها رو میسوزونه چند جا، ولی ته فیلم ما میفهمیم که مکس همه نامه‌ها رو نگه میداشته، اتو میکرده و همه رو میچسبونده به سقف. یعنی غافلگیری، اون عنصر غافلگیری ته فیلم نامه رو دوچندان میکنه، هم مرگ خودش و هم نامه هایی که ما میبینیم رو سقف چسبیده. آقای دقانی نمیذاره من یه نخ سیگار بکشم، وسط حرف سیگار بکشیم. Some wives, have you done sexing? Valentine's Day is soon, and I want to give Damien a present so he can love me. Can you explain love and how I can be loved? Once again, Mary's letter had triggered an anxiety attack. خب حالا میتونیم از لحاظ کارگردانی بررسیش کنیم. از لحاظ کارگردانی کار فکر شده ایه. یعنی در جمله اول میتونیم بگیم که کار فکر شده ایه. به خیلی چیزا فکر کرده، از دکوپاژ گرفته تا رنگبندی فیلم. چیزی که همون اول متوجهش میشین رنگبندی فیلمه، اما جالب اینجاست که تفاوت داره. سمت مری رنگ‌های تیره و تار استفاده شده اما هنوز فیلم رنگ داره. اما سمت مکس کاملا سیاه و سفیده. تاکید بسیار داریم رو فضای شهری شلوغ نیویورک. اونور فضا خلوت‌تر، شهر کوچیک‌تر، یه تهرنگی داره، اما این طرف کار کاملا سیاه و سفیده. از لحاظ رنگی، از لحاظ صداگذاری میشه گفت که استاندارده، چیز خاصی نداره که بگیم که خیلی واو فوق العاده است، ولی کار استاندارده. متوجه چیز خاصی نمیشین یعنی کار حرفه‌ایه. معنی این که ما متوجه چیز خاصی نمیشیم یعنی اینکه کار حرفه‌ایه. میتونیم بریم سراغ دکوپاژ کار. به این وقتی که کار استاپ موشن انجام میدین چند تا محدودیت دارین شما. از لحاظ دکوپاژ نوشتن اینجوری نیست که همه چیزو بتونیم از یه زاویه هنری یا یه زاویه خاصی نشون بدیم. مشکلات بسیاره تو استاپ موشن، از ساخت دکوراشون و حتی گاهی برای هر نمایی یه مدل عروسک میسازن یا اینکه برای بخوان یک اینسرت بسیار کوچیکی نشون بدن باید از لنزای شبیه به میکروسکوپ استفاده کنن. به خاطر همین دستشون بسته است ولی باز دکوپاژش فکر شده است. یعنی خیلی جا عمق صحنه رو میبینیم. اگر تو نیویورک راه میره عمق کثیف اون خیابونای نیویورک رو ما میتونیم ببینیم. زاویه دیدهایی است که عمق دارن. در مورد اندازه نما خیلی وقتا از جزء به کل میره، یعنی از اینسرت شروع میکنه میره به پلانای لانگتر. بعضی جاهاش یه جور اندازه نمای ثابت شده داره. همیشه جایی که مکس داره تایپ میکنه همیشه از پشت سر نشونش میده و این عرض حجیمشو میخواد که تو دید بیاره و میشه گفت دکوپاژش هم فکر شده است و اینقدر نرم و راحت حرکت میکنه که شما نه احساس پرش میکنید نه جامپ کات میبینید و بازم میشه گفت که قابل قبول با توجه به محدودیتایی که استاپ موشن داره. گفتیم که پس کارگردانیه که کارشو بلده، یعنی هم از لحاظ نویسندگی که
البته به نظر من نقطه قوتش رو نویسندگیشه، رو شخصیت پردازیشه، رو تحقیقیه که مشخص پشت کار بوده، ولی کارگردانی هم چیزی که تو ذوق بزنه نمیبینین و رو همه چیزش فکر کرده، چه دکوپاژش، چه رنگبندی فیلمش، چه موزیکش که واقعا خوبه، یعنی موسیقیش خیلی موسیقی خوبیه. Understanding them. I think, however, I will understand and trust you. You appear very happy, and I think you would smell like a shrimp, as I know Australia has a lot of shrimps. Can you speed read? I have taught myself to read 2 pages at once. 1 eyeball per page. I have to go now, even though I have not told you about my 7th job in a condom factory. Right back soon, your American friend, Max Jerry Horowitz. P.S. Please find enclosed a photo from one of those booths. P.P.S. Thank you for the cherry ripe, and I am glad you like chocolate as much as I do. I have never eaten sweetened condensed milk, but I will try some this week. P.P.P.S. I have never used a condom. خب کارگردانی خوب چیه؟ کارگردانی خوب چیزیه که همراهی کنه فضای فیلمنامه رو. تدوین یه جوری تدوین نرم و روان باشه که هست. البته باز هم به خاطر نراتیو بودن کار و اینکه راوی داره کار، باز هم دست تدوینگر خیلی جا بسته است، چون جایی که راوی شروع میکنه به صحبت کردن پلان شروع میشه و جایی که صحبتش تموم میشه یا موضوعی که داره بهش اشاره میکنه چیز دیگری است، باید اینجا کات بخوره. پس دست تدوینگر بسته است. اما در خدمت داستانه. چجوری میفهمیم در خدمت داستانه؟ شما باز کات بی ربط احساس نمیکنید، یا در کارگردانی جامپ کات، پرش اصلا از اندازه نماهای غیر مرتبط احساس نمیکنید. پس همه چیز در خدمت فیلمنامه است، خصوصا موزیکش بسیار خوبه، یعنی فضای ما اتفاقات دارک بسیاری میبینیم توی فیلمنامه، اما ذهن این دوتا شخصیت که فیلمنامه هم اساسا شخصیت محوره، ذهن این دوتا شخصیت فانتزی موزیک هم به همون اندازه بیشتر یک جور آرامش و یک فضای تخیلی بچگانه کودکانه القا میکنه. خب در مورد بازی هم که خب چون انیمیشنه، در مورد بازی ها که به صورت مستقیم نمیشه صحبت کرد، در مورد صدا پیشگی باید صحبت کرد که همه چیز قابل قبوله. کار خود شخصیت اصلی رو سیمور هافمن صحبت میکنه که خب کارش حرفه‌ایه، بقیه شخصیت هم همه خوبن. یعنی از لحاظ بازیگری که بخوایم منظور ما صدا پیشگی باشه، همه چیز در حد استاندارد بالاییه، با اینکه کار اولشه ولی استاندارد کار بالاست. سیمور هافمن هم که میشناسی، یه بار دیگه میگم سیمور هافمن تنها اسمیه که من حفظ کردم. خب حالا کاری که گیشه رو نمیبره چرا جذابه؟ جذابیت یک کاری که همه گیر نیست، فراگیر نیست چیه؟ توی 90% اوقات یا کار آوانگارده، یا اینکه توی 90% اوقات کار عمیق‌تر از لایه سطحی جامعه است. این همونه. اگه این مدل فیلم ها رو میپسندید خسته کننده نیست، چون ریتم تدوینش تنده، ریتم متناسبه در واقع، ولی از یه سطح میره پایین تر. از لحاظ روانشناسی، از لحاظ شخصیت شناسی فوق‌العاده کار قویه. یعنی خود بیماری آسپرگر رو خیلی قشنگ باز کرده. بیماریه که همین مدل اوتیسم توشه، چون طرف وقتی فوکوس میکنه روی کاری واقعا آدم باهوشیه، ولی از اون طرف مشکل برقراری رابطه های اجتماعی داره. کلاس هم میره به خاطرش ولی نمیتونه. خب پس خیلی خوب درست شخصیت پردازی شده و مسائل روانشناسی اجتماعی رو به نمایش گذاشته. و یا اینکه نگاه خاص یک شخصه، نگاه خاصه
آدم الیوت اینجا امضای خودشو داره، یه جورایی میشه گفت. نگاه فانتزی این شخصیت ها یه جوریه که خیلی جالبه. یعنی تمام شخصیت ها از دیدگاه این دو نفر از یه زاویه‌ای معرفی میشن که شما کمتر قبلا دیدین. نمیشه بگی اصلا ندیدین، ولی کمتر دیدین. به عنوان مثال این امضا میشه گفت این امضای آدم الیوته. همه شخصیت ها با بو معرفی میشن. این هر کس رو میخواد معرفی کنه اول اسمشو میگه، بعد میگه چه بویی میده. مثلا مکس میگه همسایش یه پیرزن خیلی پیر شکسته مریض کم بیناست، مثلا میگه این بوی ادرار و شربت سفره میده. یا اونجا که مری عاشق میشه میگه این پسر یونانیه بوی مایع ظرفشویی لیمویی میده. همه رو هر دو تا شخصیت به واسطه بو مثلا معرفی میکنن. میشه بگی این امضای آدم الیوته. شاید جای دیگه دیدین، ولی اینکه به کل شخصیت ها اینجوری معرفی بشن یعنی اینکه یه چیز خاصی داره که متفاوت از بقیه فیلم ها. پس اینجوری که ما گفتیم یعنی یه شاهکار، ولی نه، اینجوری نیست. هر فیلم ایرادات خودشو داره. اول مهمترین ایرادی که به نظر من به این فیلم وارده اینه که اغراق داره در بدبینی. یعنی دیگه اصرارش بیش از حده. شما پرنده‌ای نمیبینید که نگوزه، انسان نمیبینید که نگوزه، چه میدونم همه چیز بده، ماهی مدام میمیره، همه چیز. حتی یک مدل کمدی دارکه، ولی خب یک دیگه تو ذوق میزنه، یعنی مصنوعی میشه، از حالت طبیعی در میاد. این ایرادو تو کار جدیدش هم داره و وقتی که هم بخوایم مقایسه کنیم واقعا این بهتره. یعنی اون دیگه چون همچین فیلمی هم قبلا ساخته، خاطرات یک حلزون، دیگه اصرار بر اتفاقات منفیه. اونجا یک کمی حوصله آدم سر میاره، از این هم بیشتره. با این حساب که اونجا دیگه میاد زورکی هپی اندینگ هم تهش میچسبونه، اینجا نداره ولی اونجا داره. به خاطر همینه که ما اونو نقد نکردیم. شاید هم براتون نقد کنیم ولی خیلی تفاوت چندانی با مری و مکس نداره و فکر کنم نمره آی ام دی بی کمتری هم گرفته. درسته؟ نمره آی ام دی بی کمتری هم گرفته. همین. I find the world very confusing and chaotic because my mind is very literal and logical.